بعضی وقتا دور و برمون آدمایی رو می‌بینیم که 50 60 سالشون شده اما یا پیر دخترن یا پیر پسر. یعنی چی؟ یعنی مرد نشدن، یک زن کامل نشدن. آدمایین که عموما مسئولیت پذیر نیستن. آقا خانواده مقصر بوده، درست. الان دیگه از 30 سالم رد شدی. خودت برای خودت چیکار کردی؟ اوکی، این که خانواده ما رو سنتی بزرگ کردن و رفتارهایی رو کردن که ما آدم‌هایی باشیم که نیاز داریم دیگران ما رو تایید کنن. اینا همه ایراده. خب چه کردیم تا اینا رو تغییر بدیم؟ این خیلی مهمه که وقتی ما میرسیم به سن بلوغ یک انسان کامل باشیم، انسانی که دیگران بتونن به ما اعتماد کنن همونطور که ما به دیگران میتونیم اعتماد بکنیم. عموما پیرپسرا و پیردخترا یا ازدواج نمیکنن یا پای ازدواجشون پابند نیستن، مسئولیت رو قبول نمیکنن، همیشه گناهو میندازن طرف مقابل و این خطاست. ببینید یه پیردختر عموما علاقمند به این که دیگران تاییدش بکنن، اما یک خانم بالغ نیاز به تایید دیگران نداره، اعتماد به نفسش بالاست چون با تحقیق کارشو انجام داده. یه پیرپسر عین بچه‌ها وقتی یه اتفاقی میفته، یه مشکلی پیش میاد، از مشکل فرار میکنه، اما یه مرد با مشکل وای میسه، اگه اشتباه از طرف خودش بوده میپذیره، عذرخواهی میکنه و تلاش میکنه که اون اشتباهو جبران کنه. پس فرق میان مرد و پیرپسر، زن و پیردختر